سید کی را میگن؟ در زبان عربی. ما در زبان فارسی کار نداریم. قرآن و سنت تا که زبان عربی رو نفهمی در دین گپ زدن نمیتونی. اگه بگویم از پیشت اشتباه میشه. عرب ها در عصر جاهلیت وقتی که میگفتن که هذا سید القوم، اینی شخص سید قوم است. چی معنی؟ یعنی تمام صلاحیت خوب، خراب، درست، نادرست، فیصله ها و قضاوت و کل چیز به این تعلق میگه. کل چیز به می کلان قوم میدادن. از این خاطر سعی کنین یک کلمه بسیار دقیق است که او در افغانستان، در ایران، در زبان فارسی خانها را ارباب میگفتن. ارباب صاحب قلندر خان، ارباب صاحب فلانی خان. امیال هم بعضی کسایی که دین نمیفهمه این کلمه را استعمال میکرد. ارباب جمع چی است؟ جمع رب. این حال وقتی که اونا یک کس را ارباب یا سید میگفتن، عرب ها سید میگفتن، چرا که برای امو کلان قوم خود ربوبیت میدادن. تمام اختیارات، خوب تو برای ما تعیین کو، خراب تو برای ما تعیین کو، جایز تو برای ما تعیین کو، ناجایز تو برای ما تعیین کو، حلال تو برای ما تعیین کو، حرام تو برای ما تعیین کو. این باز میفتن که این سید القوم، کلان القوم. و در منطقه ما و شما ارباب میگفتن، از کلمه رب گرفته شده بود و به خاطر که کل صلاحیت را داشت. اینال او عقیده جاهلیت است. عقیده توحید چی است؟ که ما میگیم که سید ما کی هست؟ الله هست. پس حلال، حرام، جایز، ناجایز، خوب و خرابه کی برای ما تعیین میکنه؟ الله تعیین میکنه. از این خاطر و من لم یحکم بما انزل الله، کسی که به ما انزل الله حکم نکرد، فاسقون، کافرون، ظالمون، 3 کلمه برش گفته شده در قرآن. اگر حکم الله را سر خود تطبیق نکردی فاسق شدی. اگر یک کس حکم الله را در قضاوت خود، تو میگه تو فیصله کو، این مخالف امر الله فیصله میکنه، فاولئک هم الظالمون، ظالم شد. و اگر کسی قانون میسازه به ضد قانون الله، فاولئک هم الکافرون. پس کلمه رب به معنای یک معنایش سید است. خلاصه درس ما که ما عقیده داریم که الله رب العالمین است، رب ماست و رب العالمین است. پس سید ما هو است، ما دیگه سید نداریم. اگر مجازن بر یک نفر به معنای لغویش سید گفته میشه مجازن و تو گفته شود. اما از نگاه اصطلاحی از او که حلال و حرام و جایز و ناجایز و خوب و بد تعیین میکنه و مالک کل شد، پس او الله است.